سلام ندوست. این چه حرکتیه جانم؟ خیلی خواهم امروز اومدیم با یه ویدیو جذاب که ماینکرافت هم از داشت. هدف ما به دست آوردن دایموند و از خاک هم چیزای اوپی وراب میشه. این چه حرکتیه جانم؟ اوپی موپی زوده. خب مثل همیشه پشمک میخوریم تا 3 ساعت ماینکرافتمون بیاد بالا. خب آمد بالا، میایم به ردیو میزنیم، یه مپ انتخاب میکنه یا این چه حرکتیه جانم؟ بخشید مود را اضافه میکنیم. کجا بود موده؟ ایناهاش موده. بعد چون یه لحظه این گم شه بره اون طرف. خب این را ایجور میکنیم و 10 ساعت دیگه صبر میکنیم تا بیاره. بچه ها مثل همیشه جای ترسناک دراب میشیم و خاکم که میبینین این چی گویم میده به ما؟ برین گمشین. هدف ما به دست آوردن دایموند بازی باشد. خب مثل همیشه اولین کاری که میکنیم چوب میکنیم. چوب حالا خوبه یه چوب بکنی آیتم های اوپی بده. خب چوب میکنی، اصلا نیاز به چوب نداریم بابا. بیا بگیر بابا. درخت عزیز خودمون تبر به دست میاریم بابا، خیلی قویم. بچه ها بریم ندر. آیتم خیلی خوب غلط کرده. مثلا اینجا تبر به دست آوردیم همین اوله کار. چرا اینقدر کیفم پر آشغال مشغاله؟ آشغالا رو بندازم ولی یه دونشون رو نگه میدارم. به 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 چیا داره میده داداش؟ دایمن باشد، دایمنشن باشد، شن دایمنی دار باشد، دایمن نشنی باشد باشه. برگوش خب آب اینجا بود. گل میپرید تو آب. خیلی خوب بچه ها، الان اینو به دست آوردیم. چه هدفو نگذاشتم. همین این چیزا اسمش چیه با این میسازن. خیلی خوب بچه ها، فقط دنبال دایمین باشه. قار نیست اینجا. این چه حرکتیه جانم؟ بچه ها ما یه لحظه تقلب در بازی. بچه من زیر آب بودم. یه لحظه من برم تو سنگار هرچی میدونم. خیلی خب بچه من یه تقلب مشتی کردم. این چه حرکتیه جانم؟ چه حرکتی دارم میکنم؟ ای لعنت بر پدرت. بچه من یه سوال دارم، چرا میشه توی موضوع باشه؟ راستی ما چیز نداریم؟ یعنی تو ماینکرافت کامپیوتر بهتر میتونیم پیدا کنیم. چه مسئله بازی با تو من دنبال دایم.
خب بچه من داشتم همین اومدم اینجا قارو ببینم و بشناسم باش. نه یا جلال نه کریپر گوزو من شوتش کرد اون بر بازا. این چه حرکتیه جانم؟ خب ما باید بریم دنبال دایمین میگردیم. دایمین بابا دایمین نه بده اینم از دایمندتون بچو بفرمایید. اینم از دایمندتون. این چه حرکتیه جانم؟ خب بچه اینم از دایمندتون. من برم اینجا شنا کنم.